چقدر گفتم که مردم بدین مسئله حق یکدیگر را رعایت میکنن. امروز در غرب حضرت مفتی محمد تقی حفظه الله در سفرنامه اش یک حکایت میارد. میفرماید که من در بریتانیا، در انگلیا، از یک شهر به یک شهر دیگر با قطار سفر کردم. خواستم که قضای حاجت کنم. آمدم، یک زن نزدیکی حاجتخانه ایستاده بود. چند انتظار کردم، دیدم که در بالای در حاجتخانه نوشته است که خالی. اونها به طرز اتوماتیکی وقتی که آدم داخل شود حرف میآید نوشتگی که پر هست، اگر برآید نوشتگی خالی. بعد نزدیک اون زن رفتم، گفتم اگر شما می‌درایید بدرایید، اگر ندرایید نوبت دید. گفت که من قضای حاجت کردم، لیکن یک کار است. وقتی که در همین جای استاد میکردگی همون قطارها در همین جا آمدیم، اونجا نوشته شده است که آبی حاجتخانه در اینجا کشیده نشود، چون که آبش در زیر می رود، باعث گندگی می شود. دوم اینکه نخواستم که بعد من کسی داخل شود و بوی بدی قضای حاجت من به اون برسد. بنابراین در انتظار هستم که اگر قطار حرکت کند من آب رو میکشم بعد میروم. حضرت میفرماید که هم رعایت کردن قانون و هم رعایت کردن حق دیگر انسان که پامال نشود و از بوی بدی همون پیشا باشد یا نجاستی اون آزار نبیند، میبینیم که در کافرها چقدر هست. میفرماید که حضرت که من متعجب شدم که یک زن کافر